السلام علیکم میفهمونیم چی را؟ ریشه را. ریشه. اگر ما نویسیم 2 در درجه 3 ضرب 2 در درجه 5 اساساشون چه خیلیه؟ یک خیله. درجه را چکو میکنیم؟ جمع میکنیم. بگو جمع میکنیم. بگو جمع. اونو چی معنی داره؟ 3 جمع 5 برابر است به 8. همیرا اگر بفهمید ریشه را بعد میفهمید. اگر همیرا نفهمید ریشه را نمیفهمید. والا بای. اگر ایرا نفهمند برای چی تماشا کنند؟ خاصیت‌های درجه را. انا که موضوعمون چی بوده؟ ریشه. ریشه. اگر فهمو باشه انا که یا دیگه مثال واسه به درجه 2 در درجه 1 تقسیم 2 ادای میگیریم 3 در درجه 1 تقسیم 2 ضرب 3 در درجه 1 تقسیم 2 اساسا اخیرا درجه را چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 چند میتونه؟ 3 جمع 5 میده 8. 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 میتونه چی؟ 2 تقسیم 2 یا اینکه 1 اتیا 1 انا که میشه چیست؟ 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 1 یا که 3 خولی. این معنی را داشته که 3 در درجه 1 تقسیم 2 ضرب 3 در درجه 1 تقسیم 2 چی بوده؟ 3 خولی. انا که 5 در درجه 1 تقسیم 2 ضرب 5 در درجه 1 تقسیم 2 چند میداده باشه؟ کنی فکر که به نظرت چند میشه؟ جدم چی؟ 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 میکنیم 1 میشه 5 خولی. 5 در درجه 1 یا که 5 خولی. انا که سوال چی میگن؟ برای فهمیدن که ای بوینو بیا جنویس اوی جنویس 7 در درجه 1 تقسیم 2 ضرب 7 در درجه 1 تقسیم 2 میتیه 7 خولی. فهمو؟ اگر فهمو باشه انا که میفهمونیم ریشه چیه؟ کراچه ماتماتیکو گرفتن انا می نمودی درجه را وقتی که در درجه عدد 1 تقسیم 2 گیتن در نمودی ریشه نویسن چی معنی داره؟ مثلا اگر ما بگم مثلا USA Соединенные Штаты Америки типа کوتاه کنیم سه میشه. ماتماتیکا هم گرفتن 5 در درجه 1 تقسیم 2 را مثلا او درجه 1 تقسیم 2 می نویسیم ریشه 5. 3 در درجه 1 تقسیم 2 باشه چی نویسن؟ ریشه 3. 7 در درجه 1 تقسیم 2 چی نویسن؟ ریشه 7. معناش در درجه عدد 1 تقسیم 2 باشه هم را گیتن نمودی چی نویسن؟ نمودی ریشه دا نویسن. انا که اگر ما پرسیم 5 در درجه 1 تقسیم 2 ضرب 5 در درجه 1 تقسیم 2 چند میده؟ 5 خولی ها؟ مونور؟ مونور انا که ریشه 8 ضرب ریشه 8 چند میتیه به نظرت؟ ریشه 8 ضرب ریشه 8 میتیه 8 خولی. برای چی مونده 8 خولی؟ برای اونکه در درجه 1 تقسیم 2 ضرب در درجه 1 تقسیم 2 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 چی میتیه؟ 1 خولی. اگر ای با ای 5 خولی تیه значит ای با ای 8 خولی میتیه. ریشه 7 ضرب ریشه 7 چند میتیه؟ میتیه 7 خولی. نه برای که 7 درجه تقسیم 2 ضرب 7 درجه تقسیم 2 چه 7 خولیه. значит ریشه 7 ضرب ریشه 7 هم 7 خولیه یازیم. انا که دوام میتیم. امیدوارم که را فهمیدیم. برام خدا اگر ما پرسیم که ریشه چلونه چنده؟ شما باید بگین چی؟ 7. برای چی 7؟ برای که ریشه چلونه چیه؟ ریشه 7 ضرب ریشه 7. معناش چلونه ها میتونی در نمود 2 عددی اخیلا در نمود ضرب 2 عددی اخیلا نویسیشون. برای که ریشه 7 ضرب ریشه 7 میتونه 7 خولی. ریشه 64 چیه؟ ریشه 8 ضرب ریشه 8 میشه 8 خولی. ریشه 36 چیه؟ ریشه 6 ضرب ریشه 6 میشه 6 خولی. انا لیک اگر بگن ریشه 24 انا یوجی نمیشه. برای چی؟ برای که ریشه 24 نمیشه نویسه رنگی. منوش دو عددی اخیلا. کدوم دو عددی اخیلا رو ضرب زنیم با خودش کدوم دو عددی اخیلا رو ضرب زنیم که 24 شده نیست خیلی. برام قدر این حالت جوابی بوتون ندارند. کدام مفهومی ریشه را ما امیدوارم که شما فهمیدین.
برام خدا اگه من پرسیم که ای جورا ریشه سه ضربی ریشه سه چند متیا تو باید بگوی سه میتونی گفت ریشه نه یا که سه خودی انا که مفهوم ریشه را فهمیدیم ریشه چی بوده در درجهش یک تقسیم دو معنای ریشه چی بودش چی بوده ریشه درجهش یک تقسیم دو ما کدام نام دی ریشه را گذاشتیم ریشه کوادراتی میگم ریشه کوادراتی منظورم فهمای انا که دوام میتیم چی ریشه سه ضربی ریشه چهار انا چند میتیم این پروسه میشه ریشه 12 برای چی برای اون کی هنگام ضرب میشه که پروسه ریشه رو ضرب کنیم یکی ریشه ای بین نمیره و معنیش ریشه 12 میشه ریشه انا که یه بفهمیم که ریشه رو جمع کردن ممکنه یا نه مثلا اگر ما نویسیم ریشه 25 جمع ریشه 9 میتونیم نویسیم ریشه 25 جمع 9 میشه 34 میتونیم الان نویسیم چی فکر داری کنی یا بگو ها یا نه تا انتخاب کردی انا که ما تو میفهمم ها یا نه مثلا بلی نه میشه و برای چی برای اون کی ریشه 25 چنده ریشه 25 50 برای چی ریشه 25 50 برای که 5 کرده 5 میتیه 25 ریشه 9 چنده ریشه 9 3 برای که 3 کرده 3 میتیه 9 برابر میشه 5 میشه چنده 5 میشه 8 ریشه 34 مگر 8 ها ریشه 34 8 نه یا برایم خدا چی این نو درست است این معنی را داره که نمیتونیم اما حق نداریم ریشه را شو کنیم جمع کنیم انا که جمع کردن ممکن نیست خدا این کار خطا است جمع کردن ممکن نبوده اگر جمع کردن ممکن نباشه ترک کردنم ممکن نیست ما در نظر دارم تیارش انا که جمع تر ممکن نبوده لیکن ضرب چی ضرب ممکنه یا نه بیا بفهمیم ضرب مثلا نه ضربی 4 ریشه نه ضربی ریشه 4 میشه 9 کرده 4 36 انا بیا بسنجیم ریشه نه چنده ریشه نه 3 ریشه 4 چنده ریشه 4 2 3 کرده 2 چنده 3 کرده 6 ریشه 36 میتیه خب برای خدا چی ضرب زدن ممکنه لیکن چی جمع کردن و ترک کردن ممکن نیست برای خدا خاصیت را چی بنویسیم آمدی دو خاصیت زیرش دو خاصیت ها اینو میگن svojstva ریشه ا ضرب ریشه ب برابر است با ریشه ا ب اگر کی ا و ب کلون 0 باشن باز من میفهمم چی معنی داره کلون بالای 0 ریشه اگر که ضرب زدن ممکن باشه ازش تقسیم هم کردن ممکن نه در تای ریشه ما در نظر دارم همش میشه ریشه ا تقسیمی ب ضرب زدن ممکنه تقسیم کردن ممکنه جمع و ترک کردن ممکن نیست چی معنی داره این معنی را داره که ریشه 7 جمع ریشه 2 نویستن چند میشه نمیدونیم برای چی برای اون که ممکن نیست گفتن ریشه نه هم خیمه ایسته تمام دیگه دوام نداره هم جواب شد لیکن اگر نویسن ریشه 7 ضربی ریشه 2 میگوی او بیستک ضرب زدن ممکنه میشه ریشه 14 یا که ریشه 7 تقسیم ریشه 2 برابر است با ریشه 7 تقسیم 2 چنده 3 و 5 ممکنه که تقسیم کنیم تقسیم و ضرب ممکن است جمع و تر ممکن نیست تقسیم و ضرب ممکن است جمع و تر ممکن نیست برای هم قدر میتونیم نویسیم ریشه مثلا 10 رنگی ریشه 2 جمعی ریشه 8 ممکنه هم نویسم ممکن نیست برای چی برای گفتیم که جمع کردن او را ممکن نیست لیکن میتونیم نویسیم ریشه 10 همچون ریشه 2 ضربی ریشه 5 انا ممکنه برای چی برای که ضرب کردن ممکن بدک نشه میتونیم که اگه داده ریشه را در نمودی ضربی 2 ریشه دیگه نویسیم لیکن ریشه را در نمودی جمعی 2 ریشه دیگه نویسیم ممکن نیست انا که جمع کردن فقط در کدام حالت ممکنه همون حالت دیگه که همه ریشه های اخیله باشن چی معنی داره ریشه مثلا 3 جمع ریشه 3 جمع ریشه 3 این معنی را نداره که میشه ریشه 9
نه جمع کردن در تا یک ریشه ممکن نیست، در تا یک ریشه ممکن نیست، لیکن رنگ مقدار ممکنه. چی معنی داره؟ اگر من نویسم بانان، جمع بانان چند تا بانان شده؟ 3 تا بانان می نویسید، 3 تا بانان. این معنی را داره که مقدارشون زیاد میشه برای که بانانا چند نماشه خیلی. لیکن ما اگر نویسیم بانان جمع سیب ممکنه گفتن 2 تا بانان، نه ممکنه گفتن 2 تا سیب، نه ممکن نیست. برای همقدر در این حالت چی روان نیست. انا لیکن در حالت ریشه است، جمع ریشه است، این رنگ بانانا های مانوش یا تا ریشه است، با تا دیگر ریشه است، با تا دیگر ریشه است، همگی چند تا شید؟ همگی 3 تا ریشه است. اگر ما نویسیم ریشه 5 جمع ریشه 5 او میگم یا خیلی چند تا همگی 2 تا او خمیشه 2 تا ریشه 5. اگر ما نویسیم 3 ریشه 3 جمع 4 ریشه 3 میگیم او 3 تا ریشه 3 با جمع 4 تا دیگر ریشه 3 همگی چند تا ریشه 3 میشه؟ میگم همگی 7 تا ریشه 3. انا این بودن خاصیت های درجه. با یک مثال دیگر میفهمونیم. موینور یا اینجا بیا اینجا. انا که چیکار میکنیم؟ انا که آخران چیزی که فهموندن میخوام این چیزه این سودا کردن این ریشه سودا که میگم که ای قوس برآوردن یا ضرب شونده ریشه ایشی معنی داره. اگر مثلا نویسیم ریشه 24 شما روزه است که ریشه 24 چیه؟ ریشه 4 ضربی ریشه 6 از بس که 4 ریشه شنده 10 میتونیم نویسیم که ریشه 4 10 ریشه 6 ما اون نمیدونیم میخوام میسته چی هسته. چه ریشه 24 میتونیم نویسیم رنگ چی؟ رنگ 2 ریشه 6. اگر که باشه ریشه مثلا 18 چیه؟ 18 این 2 کرد 9 یا که 9 کرد 2 برای چی این 9 کرده؟ برای که 9 چی داره؟ ریشه داره. ریشه نشانده 3 میشه 3 ضرب ریشه 2 یا که 3 ریشه 2. جوابش چی شد؟ 3 ریشه 2. 18 را میتونیم چی نویسیم؟ ریشه 18 همچون 3 ریشه 2. ریشه 20 چیه؟ 20 در نمود 2 ضرب 2 عدد نویسن نکنه که یه تاش ریشه داشته باشه. 4 کرد 5 برای که 4 ریشه داره. ریشه 4 ضرب ریشه 5 ریشه 4 چنده 2 میشه 2 ریشه 5. انا میخوای اما این بود ریشه خاصیت‌های ریشه. درس دیگریش یک خوبچه مثال مرکز کار میکنیم مبحث به تیمای ریشه ها. و همین خیر.